میدونم داری تلاش میکنی. هر روز صبح از خواب پا میشی، میدوی، عرق میریزی، همه وقتت رو میذاری. ولی شب که میرسی خونه، یه حس خالی بودن عجیبی میاد سراغت. انگار که همه اون انرژی، همه اون زحمتی که کشیدی پوچ بوده، هیچ نتیجه‌ای نداشته. و دقیقاً همینجاست که اون سوال بزرگ و سنگین میاد تو ذهنت. چرا با این که این همه زحمت میکشم هیچ پیشرفتی نمیبینم؟ ببین، میخوام همین اول بهت بگم تو تنها نیستی. این درد خیلی است. ولی این دلیل نمیشه که باهاش بسازی و قبولش کنی. اصلاً. این حسو میدونی دقیقاً شبیه چیه؟ شبیه دویدن روی تردمیل. داری میدویی، خسته میشی، نفس میزنی، ولی هیچ وقت به مقصد نمیرسی. تمام روز و پر انرژی شروع میکنی، شب با یه حس پوچی تمومش میکنی، چون هنوز دقیقاً همون نقطه وایسادی که صبح بودی. این خود ناامیدیه. ریشه اصلیش همینه. اینکه تلاش به یه نتیجه واقعی و ملموس تبدیل نمیشه. اینکه داری تمام انرژی و زمانت رو میذاری پای کار، اما مطلقاً هیچ حرکتی رو توی زندگیت حس نمیکنی. خب پس مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما یه باور اشتباه داریم. بزرگترین اشتباهی که اکثر آدما مرتکب میشن اینه که فکر میکنن فقط تلاش کردن کافیه. اما اصلاً اینطور نیست. تلاش بدون جهت، تلاش کور، نه تنها مفید نیست، بلکه میتونه نابودت کنه. ببین، تفاوت این دوتا مسیر از زمین تا آسمونه. تلاش کور آخرش چی بهت میده؟ فرسودگی، مشغولیت بی‌نتیجه، سکون، سردرگمی. ولی تلاش هوشمند چی؟ اون یعنی پیشرفت، یعنی نتیجه، یعنی رشد و شفافیت. حالا یه لحظه با خودت روس باش. از خودت بپرس من الان تو کدوم ستون وایسادم؟ یه ضرب المثل قدیمی هست که کل این ماجرا رو خیلی قشنگ توضیح میده. میگه اگه یه درخت رو جای اشتباهی بکاری، حتی اگه سالها بهش آب بدی، هیچ وقت میوه نمیده. میفهمی چی میگم؟ تو میتونی بهترین باغبان دنیا باشی، ولی اگه بذر رو توی خاک اشتباه بکاری، تمام زحمتت به باد میره. و درد اینجاست که خیلی از ما داریم دقیقاً همین کار رو با زندگیمون میکنیم. خب، سوال اینه. پس چرا نمیفهمیم که داریم اشتباه میکنیم؟ جوابش یک کلمه است: عادت. ذهن ما عاشق چیزای آشناست، حتی اگه اون چیزا اشتباه باشن. ما به مسیر غلط وفادار میمونیم فقط چون احساس راحتی بهمون میده. ذهن مدام بهت میگه همین مسیر خوبه چون آشناست، و این بزرگترین دامیه که جلوی پیشرفتت رو میگیره. حالا میرسیم به بخش سخت ماجرا، به یه حقیقت تلخ ولی لازم. یه حقیقتی که اگه همین امروز باهاش روبرو بشی، میتونه همه چیز رو برای همیشه تغییر بده. گوش کن، اینو باید بفهمی. دنیا برای تلاشت به تو پاداش نمیده. دنیا برای درست خرج کردن تلاشت بهت پاداش میده. میفهمی؟ تو میتونی روزی 12 ساعت کار کنی، ولی اگه نردبونت رو به دیوار اشتباهی تکیه داده باشی، وقتی به بالای نردبون میرسی، میبینی بالای یه ساختمون غریبه‌ای، نه اون جایی که آرزوشو داشتی. خیلی ساده است. ببین، این 4 تا نشونه برات آشناس یا نه؟ اگه آره، بدون که تلاشت داره هدر میره. 1. همیشه خسته‌ای ولی هیچ خروجی مشخصی نداری. 2. ماه‌ها میگذره و هیچ تغییری توی زندگی یا کارت حس نمی‌کنی. 3. هی میگی دارم سخت کار میکنم، ولی نمیتونی توضیح بدی دقیقاً برای چی. و 4 که از همه بدتره، فکر کردن به آینده بیشتر از این که بهت امید بده میترسونتت. حتی فقط یکی از اینها هم یه زنگ خطر جدیه. بیا یه داستان واقعی رو برات بگم. داستان 2 تا همکار. هر دو سخت کار میکردن، ولی یکیشون فقط ساعت کاریشو زیاد میکرد. اون یکی هوشمندانه روی مهارت‌های درست سرمایه‌گذاری کرد. مهارت مذاکره، شبکه‌سازی. 3 سال بعد اولی هنوز همون کارمند بود. 5 سال بعد اولی یه کارمند خسته بود و دومی شده بود مدیرش. به همین سادگی. خب، تا اینجا درز رو شناختیم، مشکل رو دیدیم. حالا وقتشه که بریم سراغ راه حل. خبر خوب اینه که همیشه یه راه برای تغییر هست. یه راهی که تو رو از این چرخه بیهوده نجات بده. همه چیز از همین لحظه شروع میشه. از اینکه یه لحظه وایسی و با خودت صادق باشی، از خودت بپرسی این همه دویدن، این همه زحمت واقعا من رو داره به کجا میبره؟ مقصد کجاست؟ و بعدش یکم عمیق‌تر شو. از خودت بپرس من دارم مهارت‌های درست رو یاد میگیرم یا فقط دارم وقت تلف میکنم و یه سری کار تکراری رو انجام میدم که روزم شب بشه؟
و سوال آخر که از همه‌شون مهمتره، از خودت بپرس این مسیری که توش هستم واقعاً انتخاب خود منه یا دارم رویای یه نفر دیگر رو دنبال میکنم؟ رویایی که جامعه، خانواده یا بقیه برام تعیین کردن. میدونم این سوالا تلخن، ولی تنها راه نجاتت پرسیدن همین سوالاست. خیلی خوب، بیا اینا رو تبدیل کنیم به 3 قدم عملی. قدم اول، به جای اینکه سعی کنی کارهای بیشتری انجام بدی، مهمترین کارت رو پیدا کن و تمام تمرکزت رو بذار روش. قدم دوم، از جزئیات بیا بیرون، تصویر کلی رو ببین هر کاری که میکنی چطور توی پازل بزرگ اهدافت جا میگیره. و قدم سوم، همیشه دنبال بهتر شدن باش. فقط کار رو انجام نده. یاد بگیر چطور همون کار رو بهتر، سریعتر و هوشمندانه‌تر انجام بدی. حالا لحظه انتخابه، لحظه‌ای که تصمیم میگیری آیندت چطور ساخته بشه. 2 مسیر جلوته و این فقط تویی که انتخاب میکنی. تصور کن، فقط 1 سال دیگر رو تصور کن. اگه امروز اون تصمیم درست رو بگیری، به جای این خستگی همیشگی یه لبخند واقعی روی صورتته. بالاخره حس حرکت رو تجربه میکنی. حس میکنی که داری واقعاً به جلو میری. ببین 2 راه بیشتر جلوت نیست. یا همین مسیر فعلی رو ادامه میدی، همون روال، همون خستگی و چند سال بعد با یه حسرت عمیق به عقب نگاه میکنی. یا همین امروز مسیر جدید رو انتخاب میکنی، مسیری که تو رو به اون آینده‌ای میرسونه که لیاقتش رو داری، آینده‌ای که باعث میشه چند سال بعد با افتخار به گذشتت نگاه کنی. ببین، تلاش کردن مثل نفس کشیدنه. همه انجامش میدن. این هنر نیست. فرق آدمای برنده با بقیه اینه که اونا یاد گرفتن چطور درست تلاش کنن. انتخاب با خودته، ولی اینو یادت نره، بازی برای هیچ کس صبر نمیکنه.